پس از اجازه دادن گذراندن توی در کشور از سنه 20 ایون تا به امروز در شهر خوجند 45 عدد عقد نکاح بسته شده است. سنه 17 ایون ستاد جمهوری اوید به پیشگیری بیماری کرونا ویروس در کشور برای گذراندن توی اجازه داد. با گفته مدیر شعبه خانه عقد نکاح شهر خوجند فیروزه رحیمی نسبت به سالهای قبل پس از پیدایش بیماری کرونا ویروس در شهر گذراندن توی کم به قید گرفته شده است. طبق قرار ستاد جمهوری بهره پیشگیری بیماری کرونا ویروس تا به اعتدال آمدن وضعیت در کشور گذراندن توی عروسی و دامادی موقتا در دایره تا 100 نفر دعوت شده و تنها یک معرکه در محل استقامت یا طرفخانه با رعایت حتمی قاعده‌های سانیتری و گیگینی اجازه داده شده است. بیماری کرونا ویروس با حالت بیکار شدن عقد نکاح نیز تاثیر خود را گذاشته است. در 6 ماه سال روان 161 عدد حالت بیکار شوی عقد نکاح در شهر خوجند به قید گرفته شده است. رنا خانتورا خانم و ناظر کارگزار شعبه ثبت اسناد حالت شهرونده در شهر خوجند ضمن صحبت گفت که نسبت به همین دوره سال 2019 43 عدد جدا شوی عائله ها کم می باشد. در دفتر قیدگیری عریضه ها درباره بیکار کردن عقد نکاح سال 2019 204 عدد به نظر گرفته می شد. در 6 ماهه سال 2020 161 عدد به نظر گرفته می شود. سبب های این بی‌فرزندی، یک دیگر نافهمی، موافق نآمدن خصلت یا اینکه مهاجرتی مهنتی رفتن مردها، خیانت از طرف زن یا اینکه شوهر. عامل اساسی جدا شوی عائله ها را کارگزار شعبه ثبت اسناد حالت شهروندی در شهر خوجند بیشتر در موافق نآمدن خصلت و رفتار نوخانه‌داران به همدیگر ارزیابی نمود. با گفته او پس از پیدایش بیماری کرونا ویروس بیکار شوی عقد نکاح از جانب شهروندان نسبت به سالهای پیش کم شده است. از 161 عائله های جدا گردیده 119 عدد عائله با واسطه قرار رسید و 42 عدد عائله با عریضه یکجایگی از هم جدا گردیدند. در پاندمی کووید 19 بیکار کنی عقد نکاح کمتر به نظر گرفته می شود. یک ماه آخر همین ماه ایون 24 عدد به نظر گرفته شده است. در بین جدا گردیدگان اشخاصان نیز هستند که 40-50 سال با همدیگر زندگی نموده سپس عائله اشان بر هم خورده است. در 6 ماه سال روان 74 عائله از 1 تا 5 سال، 37 عائله از 6 تا 10 سال، 20 عائله از 11 تا 15 سال، 11 عائله از 16 تا 20 سال، 8 عائله از 21 تا 25 سال، 5 عائله از 26 تا 30 سال، 4 عائله از 30 تا 40 سال و 2 عائله از 41 تا 54 سال با هم زندگی نموده عقد نکاح خود را بیکار کردند. همچنین پیش از بیکار کردن عقد نکاح شهروندان مراجعت نموده کارهای فهماندهی از جانب نهادهای دولتی از جمله شعبه ثبت اسناد حالت شهرونده در شهر خوجند گذرانده می شود. گزارش سید مختار سید انور برای برنامه اطلاعاتی خبر.